آب که سر بالا بره قورباغه ابو عطا بخونه. با کسی رفیقا ترکم چه سونشی بحث می‌کردیم سری مولانا گفت مولانا ترک. گفتم عزیزم مولانا 800 سال پیش به دنیا اومده تو بلخ اون موقع جزء ایران بوده. نه مولانا ترک. گفتم که تو راست میگی، سرچ کن کتابی اورجینالی مولانا. سرچ کرد گفتم حالا تو رو بابا ریدی بخون فارسی است بلد نیست بخونه. گفتم نه بخون بگیم که ترک بخون دیگه بخون. خفه خون گرفت بحث عوض که شون تو خوراکیا میوه و اینا. گفتم حالا میوهاتون هم مزه آب میده شما هیچی ندارین. گفتم حالا اون قدم بد نیست، مثلا من خودم هلو دوست دارم. گفتم هلو هم یه میوه ایرانی. آره همه چی ایرانیه. گفتم سرچ کن اسم اصلی هلو سرچ کردید میشه پرونوس پرسیا. گفتم ببین عزیزم پرونوس تو لاتین به میوه‌ای که از شکوفه زاده میشن میگن پرونوس، پرسیا هم که معلومه پرشیا. میخوای اینم بذاریم پرونوس ترک یا دوتا چیز دیگه هم از ما بدوزین دیگه. واقعا انقدر هیچی نداره در بدرین بدبختین مجبورین. جمع کنین خودتون نکبه تای دوز. ما ترکا دزدیم؟ ما دزدیم؟ تک تک کلماتتون مونتاژی از زبان ترکیه. زبانتون که از هند اومده، اونی هم که از هند اومده ساخته یه ترک برای هند. شما هیچی نداشتین. اون زمانی که مولانا بود ایران متعلق به ترک بود. ترکی نگو، ترک. سرورتون، تاج سرتون. به زودی مشخص میشه صاحب ایران کیه. من چی بگم بهت؟ تو برو با جعلیاتت خوش باش، با چیزی خوش باش که اصلا نبوده. بعد بیا واسه ما ترکا پارس کن. فهمیدی؟ پارس نکن. اوکی؟ واگنر پارس. یه عده هندی پوفیوز اومدن ایرانی که متعلق به تک تک ما ترکاست کردن واسه خودشون. بعد اینا میان زر میزنن. قام شید بینم. تا یادم نرفته اینم بگم، نماد شیر و خورشید و هرچی داشتیم برای ما بود. ایران آران، آذربایجان. پارس جل رو نکنید تو پاچه مردم. جل پرست.